Monsieur le Président de la République. Ravi de vous accueillir personnellement. Tadjikistan, on ne porte pas de masque. Alors, on fait comme ça. en France, selon les départements et Les deux. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur le Président. Merci. کشوری فرهنگی والا مبارک پیشوای ما مبارک شما هستید رمز کشوری ما قدم هاتون برای ما مبارک شما دا توفه سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند بینای تالار وکیلان رسمی فرودگاه را بعد نوسازی کلی و مجهزگردانی افتتاح نمودند. بینای نوی تالار وکیلان رسمی جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی خوجند به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 810 متر مربع نوسازی کرده شده با تجهیزات زمانوی خدمترسانی مجهز و شرایط معاصر و موافق برای مسافران و مهمانان فراهم آورده شده است. یادآور باید شد که بینای تالار وکیلان رسمی فرودگاه بین المللی خوجند در سالهای 70 عصر گذشته ساخته شده تا به امروز تعمیر و تجدید کرده نشده بود. هدف از تجدید و مجهزگردانی بینای مذکور پیش از همه بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی و مهیا ساختن شرایط معاصر خدمترسانی برای مسافران محسوب می‌یابد. در تالار وکیلان رسمی فرودگاه بعد نوسازی نخستین چاره‌بینی ملاقات و صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 100 نفر کودک یتیم از شهر و ناحیه‌های ولایت سوق برگزار گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با این کودکان که به حکم تقدیر از پدر و مادر محروم ماندند صمیمانه و با مهر پدرانه صحبت نمودند. پیشوای ملت به هر یک این فرزندان تحفه‌ها، سر و لباس و مبلغ پولی تقدیم داشتند. کودکان یتیم دائما از غمخواری پدرانه سرور دولت برخوردارند و آنها هیچگاه خود را یکه و تنها حس نمی‌کنند. در سیمای راهبری دولت پشت و پناه و سرابان و سرپرست خود را دارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درخواست و خواهش این فرزندان را گوش کرده آنها را دلپور ساختند که همیشه دستگیر و پشتیبانشان میباشند. نسل حال در آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک کنید. من قریب که نیمی جمهوری را دور زدم به نهایت جوانان نورسان امروزه فعال هستند با اشتراک خود در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی
بینید از تمامی حتی ناحیه‌های دوردستانی کوهستان مملکت همسالان شما چه ذوقشان بلند است شما هم نیز خوب استفاده کنید غیر برنامه‌های تحصیل که مؤسسه‌های تحصیلات اینچنین با خواندن کتاب‌های بدیهی هم مشغول شدن کن چون شما را شعورناکتان را وسیع میکند زبان دان میشه سخن دان میشه خب و اینچنین اینم برای آینده شما خوب است سطح معرفت ناکتان را بلند میکند سطح سواد ناکتان بلند میشه و وقت رو خوب استفاده کنید ما امسال صدها نفر ختم کردگان را ما از دوستان و برادران شما با دانشگاه عالی مملکت کالج و لیسه قبول کردیم علاکه اون که مشرف شدن به عنوان دانشجو تحصیل کرده ایستادن شما هم این وقت خوب استفاده برید آداب و اخلاق همیده داشته باشید خب نصیحت و تربیه آموزگاران مربیان را با دقت اهمیت اولین درجه گوش کنید رعایت کنید سن سالی نورسی و جوانی تیز بگذارد و بار دیگر تاکید میکنم در هر یک ملاقات که شما امروز تا دوره کمالات ما شما را تربیت میکنیم بعد اینکه با حیات مستقل گسیل کردید دیگر زندگی را خودتان باید پیش برید برای همین شما از حاضر باید آماده باشید برو افتاده شدن در کار نیست خواندن در کار برای همین متخصص خوب شدن چی از حالا خواندن در کار همخه نه اقلا دو زبان خارجی را با رشته زبانی مادری دانستن در کار خب بعدا زبانی مادری در مورد اول بعدا که متخصص سطح بلندی کسبی بلند شدن در کار که در زندگی با اقام مرکبی دچار نگردید محتاج به دیگران نشوید اگر به شرط سواد باشد کسب و هنر داشته باشید چی در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان شما صاحب جای کار صاحب زندگی خوب و عمری با برکت میبینید محتاج به کسی نمیشید بار دیگر همه شما را تبریک میگویم به شما سلامتی خوشبختی تمام آرزوهای نیک نیز ضیافت ایرانه نوش جانتان شود استراحت کنید ها خرسندی کنید президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бори дигар дастуру супориш дода таъкид намуданд ки рӯзгору таҳсили кӯдакони ятиму имкониятшон маҳдуд бояд то ба воя расидану ба ҳаёти мустақил гусел кардан таҳти назорату ғамхории доимӣ қарор дошта бошанд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.